توی آخرین استوری که توی اینستاگرام گذاشته بودم یک عالمه دایرکت گرفتم که آقا این افعال بی‌قاعده رو ما بلد نیستیم، خیلی زیاده، نمیتونیم حفظ کنیم، مشکل داریم، چیکار کنیم؟ قرار نیست حفظ کنید این افعال بی‌قاعده رو. قراره که من توی این ویدیو به شما یک قالب، یک چارچوب یاد بدم که با استفاده از این قالب تمرین بکنید و بعد از یه مدت همه رو خودتون یاد میگیرید. اصلا احتیاجی به حفظ کردن نداره. تا آخر این ویدیو رو همراه من باشید. قراره کلی راه خوب برای یادگیری افعال بی‌قاعده یاد بگیرید. برو بریم. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ به کانال زندی زبان خیلی خوش اومدین. همونطور که گفتم قراره امروز توی این ویدیو افعال بی‌قاعده رو یاد بگیریم، ولی با یک سری نکات و قوانین که اونا قراره به ما کمک کنن زودتر اینا رو بلد بشیم. اوکی، قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، اگه کانال منو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید، دکمه قرمزمون پایین رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید که ویدیوی جدید میذارم یوتیوب به شما نمایش بده. فقط قبل از اینکه بریم سراغ آموزش چند تا نکته رو بهتون میگم. یک، برای بچه‌هایی که میخوان حرفه‌ای‌تر از ویدیوهای یوتیوب زبان انگلیسی و گرامر رو یاد بگیرن، دوره گرامر من توی سایت zandizabon.ir هستش. کلی نکته داره، سرفصل‌های خیلی بیشتری داره، خیلی کامل‌تر از ویدیوهای یوتیوبه. اگر خواستین تخصصی تر یاد بگیرین، اون دوره مناسب شما هست. برای بچه‌هایی که میخوان مکالمه‌شون رو تقویت کنن، برای بچه‌هایی که میخوان توی کنکور شرکت کنن، توی آزمون‌های بین‌المللیش میخوان شرکت کنن، پایه‌شون ضعیفه، اون دوره خیلی به دردشون میخوره. و نکته بعدی این که بچه‌ها کانال تلگرام من و پیج اینستاگرام منو حتما فالو بکنید، به خاطر اینکه من نکات ریز و درشت زیادی رو اینجور جاها میگم. اگر دنبال اون نکته ریزا هستید، تلگرام و اینستاگرام منو فراموش نکنید. بریم سراغ درس امروزمون، افعال بی‌قاعده. خب بچه‌ها، از اسلاید اول شروع کنیم ببینیم که قضیه از چه قراره. ببینید ما دو نوع فعل داریم توی این دسته‌بندی، افعال با قاعده، افعال بی قاعده. افعال با قاعده اونایی هستن که آخرشون ایدی میگیره. تو بحث مثلا گذشته قسمت دوم یا قسمت سوم که پس پارتیسیپله. خب بچه‌ها همونطور که توی اسلاید اول دارید میبینید نوشته regular verbs، افعال با قاعده. اون بالا درشت نوشته The simple past and past participle end in ed. میگه گذشته ساده و پس پارتیسیپلی که آخرش به ایدی ختم میشه، همون تعریف افعال با قاعده است. اوکی، خب بریم ببینیم که اصلا این افعال چیا هستن. چند تا مثال زده. مثلا گفته hope، امیدوار بودن. سیمپل پستش چی شده؟ hoped، یه ایدی گرفته آخرش. پس پارتیسیپلش چیه؟ hoped، اونم یه ایدی گرفته تهش. present participle هم نوشته که ما اینجا فعلا کاری باهاش نداریم، جزء درس امروز ما نیستش. ولی این سه تا ستون اول از سمت چپ رو ببینید، نوشته simple form، simple past، past participle. hope، hoped، hoped. اوکی. حالت بعدی مثلا stop، stopped، simple pastشه، stopped، past participleشه. اونم فقط یه ایدی گرفته، یه پی اضافه هم گرفته که بچه‌ها بعضیا مثل همین کلمه stop مثلا می‌بینید پی آخرش رو 2 بار تکرار کرده. قضیه از چه قراره؟ یک سری قوانین داره که اگر دوست داشته باشید تو بخش کامنت ها برای من بنویسید. این قوانین رو من بهتون یاد میدم که چرا بعضی کلمات مثلا مثل این استاپ پی آخرش 2 بار تکرار میشه. بعضیا مثلا وای داره آخرش، اون وای حذف میشه، یه چیزی دیگه میاد اصلا به جاش. حالا جلوتر میبینیم. اگر دوست داشتین تو کامنت ها بنویسید، من یه ویدیو جداگانه برای تدریسش آماده خواهم کرد. فعل بعدی listen، گذشته شده listened، ایدی گرفته. پس پارتیسیپلش هم شده listened، ایدی گرفته. مثلا study، گذشته شده studied. ببینید بچه وای مثلا اینجا حذف شده و به جاش آی اومده. بهتون گفتم یه سری قوانین داره که تغییر میکنه آخرشون، اینم جز همون کلماته. پس پارتیسیپلش هم شده studied، ایدی گرفتن همشون. اوکی. فعل بعدی start، سیمپل پست شده started، پس پارتیسیپلش هم شده started، آخرشون همشون ایدی گرفتن. خب پس اینا جزء افعال فقط همینا؟ نه، خیلی بیشترن. این چند تا نمونه رو گفته، چند تا نمونه ای که اینا آخرشون ایدی میگیره و سیمپل پس و پس پارتیسیپلشون جفتشون هم یکیه. حواستون باشه. میریم سراغ سکشن پایینیش، نوشته irregular verbs، افعال بی قاعده، قاعده خاصی ندارن.
The simple past and past participle do not end in ed. میگه سیمپل پس گذشته سادهش و پس پارتیسیپلش اینا به ایدی ختم نمیشن. یه چند نمونه آورده، مثلا گفته heat، همونطور که میبینید هر ستاش یکیه. یا فعل بعدی find، گذشتهش و پس پارتیسیپلش شده found، یه چیز دیگه است. swim، گذشتهش شده swam، پس پارتیسیپلش شده swam. break، گذشتهش شده broke، پس پارتیسیپلش شده broken. wear، سیمپل پستش شده wore، پس پارتیسیپلش شده worn. پس اینا ببینین کلا داستاناشون متفاوته. این هم بهشون میگن افعال بی‌قاعده. حالا این افعال بی‌قاعده خودشون به چند دسته تقسیم میشن که میخوایم این دسته ها رو با هم کار کنیم. حالت اول تو اسلایدی که دارین میبینین اون بالا نوشته all three forms are the same. میگه هر سه تا حالتشون یکی هن اینا. خب بریم یاد بگیریم. من نمیشنم دونه دونه همه رو بخونم چون این اسلایدها رو براتون قرار دادم، میتونید حالا اسکرین شات بگیرید یا یه گوشه بنویسید. فقط چند تا نمونه براتون میگم. مثلا نوشته bet سه تاش یکیه. یا مثلا نوشته burst سه تاش یکیه. cost سه تاش یکیه. cut سه تاش یکیه. بچه این فعل فیت رو هم بهتون بگم و بعد بریم سراغ داستان بعدی. ببینید نوشته که فیت بعد یه اسلش گذاشته تو سیمپل پست نوشته فیتد، تو پس پارتیسیپل هم نوشته فیتد. بچه‌ها یه نکته‌ای وجود داره. بعضی وقتها ما یک سری از افعال داریم که هم آخرشون ایدی میتونن بگیرن تو گذشته و توی پس پارتیسیپل، هم میتونن نگیرن. جلوتر بهتون میگم قانونشون چیه، ولی یاد بگیرین که این افعالی که کنارشون هم اسلش قرار گرفته، خط تیره که نه، خط مورب، اینا هر جفتشون درسته. پس چه از این استفاده کنید چه از اون استفاده کنید درسته. حالا چرا قضیهشون چیه جلوتر بهتون میگم. پس همونطور که میبینید بچه‌ها این ردیفی که ما الان کار کردیم هر سه تا فرمشون شبیه به همه. اوکی، من دیگه نمیشنم همه رو بخونم برای اینکه وقتی ویدیو گرفته نشه میرم یه ستون پایین‌تر. نمیشه group 2، گروه 2. past participle ends in en. میگه پس پارتیسیپلشون به en ختم میشه، فقط قسمت سومشون. اوکی، بریم ببینیم که اینا چیا هستن. من یه چند تا نمونه رو براتون میگم. بذارین این سری از ستون سمت راست شروع کنیم. نمیشه hide، hid، hidden. mistake، mistook، mistaken. پس پارتیسیپلاشون به en ختم میشه. ride، rode، ridden. مثلا یکم بیام پایین‌تر. shake، shook، shaken. ببینید پس پارتیسیپلا همه به en ختم شده. steal، stole، stolen. من حالا دارم هی رندوم اینا رو میخونم. یا مثلا دیگه اصلا اون گزینه آخرش رو ببینیم. write، wrote، written. اینا به en ختم میشن. پس ما داریم یک قالبی رو یاد میگیریم که تو این قالب ها تا الان چیا رو یاد گرفتیم؟ گروه 1 اون بالای بالا هر سه تا حالت ها یکی بودن. خب پس اینا رو میتونیم تمرین کنیم و تو ذهنمون بسپاریم که اینها همشون سه تاشون یکیه. گروه 2 که الان کار کردیم اونایی بودن که پس پارتیسیپلشون به en ختم میشده که اینا هستن. اوکی، بریم گروه 3. ردیف آخر نوشته vowel changes from a in the simple past to u in the past participle. اوکی، میگه که مصوت ها، vowel یعنی مصوت یعنی حروف صدادار، میگه حروف صدادار از a، از حرف a توی گذشته ساده تبدیل میشن به حرف u توی past participle. نکتهش یکم پیچیده است ولی بریم کار کنیم ببینیم قضیه از چه قراره. همونطور که میبینید مثلا اولیش هست begin، began، begun. فهمیدیم قضیه چیه. میخواد بگه که آقا begin تو گذشته ساده یعنی تو قسمت دوم میشه began یعنی a میگیره، ولی توی past participle میشه begun you میگیره. آها اینو میخواد بگه. اوکی، نکته رو گرفتیم. دومی رو ببینید drink، drank، drunk.
دوباره مثل همینه. ring rang wrong مثل همینه. run ran run این یکم غلط اندازه ولی دوباره از همین فرمول داره پیروی میکنه. shrink shrank shrunk. پس بچه‌ها گرفتین نکته چی بود؟ ما 3 تا گروه رو توی این اسلاید یاد گرفتیم. گروه اول اونایی بودن که هر 3 تا حالت یکی بودن. گروه دوم اونایی بودن که پس پارتیسیپلشون به en ختم میشد. گروه سوم اونایی بودن که حرف صدادار A توی قسمت دوم به حرف صدادار U توی قسمت سوم تبدیل میشدن. پس ما دسته‌بندی خوبی رو تا اینجا تونستیم یاد بگیریم. اوکیه. بریم سراغ اسلاید بعدی. اسلاید بعدی گروه 4. چی میگه اون بالا ببینیم؟ میگه past tense and past participle forms are the same. میگه قسمت دوم و قسمت سومشون اینا یکی هن. آها اینم دسته‌بندی خوبیه. اینم خیلی دسته‌بندی مهمیه. از اول میخونم. بذارین این دفعه از ستون سمت راست بخونیم. من هی جابجا میخونم که تکراری هم نشه. ستون سمت راست از اون بالا نوشته mean meant meant. پس پارتیسیپلش و قسمت دومشون اینا یکی هن. meant و meant ببینید اینا همه یکی هن. پایین نوشته meet met met. دوباره قسمت دوم و پس پارتیسیپل قسمت سومشون یکی هن. pay paid paid. دوباره قسمت دوم و قسمت سومشون یکی هن. تا آخر تعدادشون هم زیاده ولی راحت یادگیریشون. چرا؟ چون 2 تا از ستونای ما یعنی قسمت دوم و قسمت سوممون اینا یکی هن. پس راحت میتونیم اینا رو یاد بگیریم که چی به چیه. خوبه؟ اوکی. اسلاید بعدی بچه‌ها. توی اسلاید بعدی ما گروه 5 و 6 رو داریم. گروه 5 چی میگه؟ میگه past participle adds final n to the simple past with or without spelling change. چی میگه؟ میگه بچه‌ها برای اینکه پس پارتیسیپل رو بسازیم یعنی قسمت سوم رو بسازیم اول برو قسمت دوم رو بگیر یه n بذار تنگش حله. پس پارتیسیپل ساخته میشه. اما بچه‌ها این گروه 5 یکم تریکیه. چرا؟ به خاطر که گفته یه دونه n بچسبون آخرش ولی وقتی بریم اینا رو کار کنیم می‌بینیم به این راحتی هم نیستش. یکم بدقلقه. لذا روی این گروه 5 بیشتر تمرکز کنید و به این چیزی که خودش اون بالا توضیح داده اکتفا نکنید. اینو به عنوان یه معلم دارم بهتون میگم. مثلا ببینید اولی رو نمیشه blow blew blown. اوکی. دومی گفته do did done. خب این فقط یه n که نیستش که یه n-ایه. بعدم پس پارتیسیپلش did هستش. اصلا ربطی نداره. draw drew drawn. باز هم اصلا ربطی به پس پارتیسیپل نداره. پس ببینید توضیحی که اون بالا نوشته زیاد توضیح خوبی نیستش. توصیه من به شما عزیزان چیه؟ توصیه من به شما اینه که اون قسمت بالا رو بیخیال بشید تو گروه 5 و کلی بدونید که آقا فکر کنید اینا یک سری استثناءات هستن و قاعده‌ای براشون وجود نداره. یعنی من خودم دارم بهتون میگم این تیکه‌ای از کتاب خود گرامره ها ولی دارم میگم آقا توضیح خوبی نیستش گیجتون میکنه. سراغ این توضیح نرید. حس کنید یه سری استثناءات داریم. 2 تا ستون استثناء یاد بگیرید. پس یه بار دیگه حالا از ستون سمت راست من شروع میکنم. ببینید see saw seen swear swore sworn tear tore torn throw threw thrown. پس ببینید قاعده‌ای که اون بالا توضیح داده به اینها نمیخوره زیاد. اینو به عنوان استثناءات یاد بگیرید. گوشه ذهنتون هم داشته باشید. قاعده کلی واسش وجود نداره. این چیزی که بالاش نوشته چرته. گروه 6 چی میگه؟ میگه the first and third forms are the same. میگه حالت اول و حالت دوم نه حالت سوم که پس پارتیسیپله. حالا چه دست من شبیه خرچنگ شده. میگه اینها شبیه به همن. اوکی. become became become. حالت اول و حالت سوم شبیه به هم بودن. come came come. دوباره حالت اول و حالت سوم. run ran run. حالت اول و حالت سوم. اینا هم راحت بود. گروه 6 خوشقلق بود. میتونیم اینا رو به عنوان چند تا نمونه یاد بگیریم. و بریم سراغ اسلاید آخر. گروه 7 و گروه 8. گروه 7 اون بالا چی گفته؟ گفته که one of the three forms is very different. میگه یکی از 3 حالتی که ما وجود داره برامون حالت اول دوم و سوم خیلی متفاوته. گفته افعال to be اما is و are.
خب افعال to be ام و ایزا رو یاد گرفتیم دیگه. گذشتهش چی میشه؟ was و were. اینو بلدیم. حالت سومش میشه been. ربطی نداره. چه ربطی داشت؟ راست میگه. یکی از این سه حالت ها خیلی متفاوته. فعل بعدی go، گذشتهش میشه went، حالت سومش میشه gone، میری تو باقالیا. پس این دوتا فعلی که زیاد هم استفاده میشه رو یاد بگیرید که کلا سه تا حالتش با هم متفاوته. و گروه آخر میگه both regular and irregular forms are used. میگه هر دوتا حالت با قاعده و بی قاعده استفاده میشه. یادتونه تو اسلایدهای اولیه بهتون گفتم یک داستانی وجود داره. بریم ببینیم تو این پرانتزه چی گفته. داستانش تو این پرانتزه است. نکته داره. میگه the regular form is more common in American English and the irregular form is more common in British English. تموم شده رفت. فهمیدیم چی میگه. میگه آقا این افعالی که میخوایم کار کنیم هم با قاعدهش درسته هم بی قاعده داره. اگر با قاعده استفاده کردی بدون این حالت توی انگلیسی آمریکایی استفاده میشه. اگر بی قاعده استفاده کردی بدون توی انگلیسی بریتانیایی استفاده میشه. این خودش قشنگ داره به ما توضیح میده که چی به چیه. اوکی، بریم ببینیم این افعال چیا هستن. ستون سمت چپ. awake دو حالت داره گذشتهش. awakened، awoke. پس پارتیسیپلش هم دو حالت داره. awakened، awoken. اوکی، حالا کدوما رو واسه انگلیسی آمریکایی استفاده کنیم؟ اونایی که با قاعده است، اونایی که ایدی آخرش داره، اونا رو تو انگلیسی آمریکایی استفاده میکنن. اون دو تا حالتی که بعد از اسلش اومده، اونا رو توی انگلیسی بریتانیایی استفاده میکنن. چجوری تشخیص بدیم کدومو باید استفاده کنیم؟ کاملا بستگی به خودتون داره. کدوم سبکو دارین یاد میگیرین؟ اگر ابتدای مسیر یادگیری هستین که خب فعلا سبک خاصی رو ندارید، هر جفتش رو یاد بگیرید که بدونین چی به چیه. یکم که حرفه‌ای‌تر شدید و انتخاب کردید که انگلیسی آمریکایی یا انگلیسی بریتانیایی رو برای خودتون انتخاب کنید، اونجا میتونید بیشتر روی این مسائل فوکوس داشته باشید. یکی دو تا مثال دیگه مثلا بزنم. مثلا دومیش گفته burn، گذشتهش شده burned، سوم شخصش شده burned. تو آمریکایی استفاده میشه. توی بریتانیا چجوری استفاده میشه؟ گذشتهش میشه burnt، حالت سومش پس پارتیسیپلش میشه burnt. پس اینم توی بریتانیا استفاده میشه تا آخر. و اینم حالتهای مختلفی که ما 8 تا گروه کردیم. افعال بی قاعده رو نکاتشون رو بهتون گفتیم. غیر از اون گروه 5 که خیلی چرت توضیح داده بود و بهتون گفتم که اونا رو به عنوان استثناءات یاد بگیرین، بقیه‌اش همه دسته‌بندی و اوکی بود، درست بود. فقط کافیه که اینا رو تمرین کنید، حفظ نکنید، تمرین کنید. خب دوستان، همونطور که دیدین افعال بی قاعده رو ما یاد گرفتیم. کاری به اون صورت نداشت، فقط باید اون قالب ها رو یاد میگرفتیم که من بهتون تو این ویدیو گفتم. نکته دیگه‌ای به اون شکل نمیمونه. راههای ارتباطی با من روی تصویر دارید میبینید. بازم دارم میگم کانال تلگرام و پیج اینستاگرام من رو حتما دنبال بکنید، اونجا با هم در ارتباط باشیم. و اینکه اگر هم کانال منو سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنید که من هر روز سعی میکنم ویدیوهای پر از نکته و خفنی مثل این ویدیو امروز براتون آماده کنم و توی کانال بذارم. تا یک ویدیوی دیگه، فعلا.